سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید طالبان حتی به خاطر شب‌های قدر ماه مبارک رمضان نیز دست از کشتار نکشیدند. ارگ میگوید رئیس جمهور به نیروهای افغان دستور داده تا پاسخ حمله دشت و برچی را به طالبان بدهند. دکتر حمدالله ماهر مشاور شورای امنیت ملی میگوید باداران طالبان برایشان اجازه پیشرفت در گفتگو نمیدهد و افزوده است طالبان یک گروه تروریستی و جرمی میباشد. سازمان عفو بین الملل میگوید خروج عساکر بین المللی در این شرایط دشوار از افغانستان غیر مسئولانه میباشد. سمیرا حمیدی کمپاینر این سازمان گفته است تا مدیریت درست پروسه صلح نیروهای آمریکایی و ناتو باید در افغانستان بمانند. در 24 ساعت گذشته 288 طالب کشته و 132 تنشان مجروح شدند. وزارت دفاع ملی میگوید این طالبان مسلح در ولایت ننگرهار، لوگر، لغمان، وردک، غزنی، فراه، جوزجان، هلمند، هرات و بغلان کشته شدند. و منظور احمد پشتین رهبر جنبش حفاظت از پشتونها میگوید حملات بالای مکاتب و پوهنتون‌ها در افغانستان حملات بالای آینده این کشور است و ای گفته است از پروسه صلح تحت مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کند.